وقتی کار ندارم آره مثلا کار نداری چیکار گیم. گیم بله. مثلا همین گل یا پوچ و تخته و اینا؟ نه اونا بجز اونا همین گیم هست بازی میکنم، از این نبردهای استراتژی. چه بازی مثلا؟ حالا اسمشو نمیگم چون فکر کنم لو میرم، ولی یه بازی استراتژی رتبم 2 رقمیه تو دنیا، نه یه باشه جزء از این بازی برترای مثلا جهانی هم. همین کلش آف کلن و فلان و اینا. مثلا آره اینا نیستن، یه بازی معروفیه، وقت و عمر و هزینه گذاشتم توش، تلاش کردم، آره فقط اونو بازی میکنم. رتبه 2 رقمی در دنیا. بله. تو ایران مثلا نفر دیگه اصلا نیست، رقیب ندارم تو تو ایران. ایران نفر اولی شما تو این آره بازی؟ آره با بعد با اختلاف. اکانت خودت یعنی هادی اجازی فر؟ نه یه اسم دیگه یه داره اسم دیگه آره. ولی کسی اینو نمیدونه. نه نمیدونم. چند بله. مثلا در دنیا مثلا فرض کن 70-80. مثلا 70 80 در دنیایی؟ بله. ساختمش رو رفتم جلو، بعد دیدم امکان حمله وجود داره به یکی، من یه حمله زدم، بعد یهویی فوش، نگو من قانون رو شکستم تو اون بازی، فوش دادن دیگه، شروع شد از اونجا. گفتم من دهن همتون رو سرویس میکنم. و واقعا الان بهترین آره ایرانی. آره یه اونجام خارجی ها حرف اولو میزدن تو بازی، لات بازی در می آوردن برا ما. شما هم که اصلا لات بازی تو چتت اصلا نمیره. آره نمیره. بعد گفتم خیلی خوب اینجوریه، هر هزینه کفش و لباس این حرف رو نمی کنم، من یه ذره اینجا هزینه میکنم. هزینه کردم و پدر همه این خارجی ها رو در آوردم. چقدر یعنی پول خرج کردی برای بازی؟ نمیدونم ولی به نسبت خودم آره خرج کردم، چون من معمولا برای خودم خرج نمیکنم، واقعا نمیکنم، یعنی من هزینه ای ندارم. ولی الان اکانتت یه سیگار میارزه؟ نه الان میارزه. چقدر آره میارزه حدودا مثلا؟ الان فکر کنم 4-5 میلیارد میارزه.